صحیح بود در دیگرش چی کنه دیگر بکش بکش رو از در دیگر سراخ نیست نمیاد رو بکش صحیح شد اون مرحله داشت چی؟ داشت اخیری چی بود دیروز؟ فانکشن ها بود دیر شما فانکشن کار کردی منامی چی بود؟ صحیح است خودمی باز ال تریم هم است خب left trim is used to remove space only from left side صحیح و دیگه کیا است arc trim is used to remove from right side left side و right صحیح است چی است کیورد است خب صحیح است خوب گفت تعریف یک چیز نبگرد تعریف معنی یک چیز که شما باید بفهمید بشناسید که چی است صحیح است در ویندوز هم امی فایلایی که ویندوز شما انستال میکنید ویندو که انستال میکنید بس صدها هزار فایل اینجا کاپی میشه صحیح است دمی کی فایلز هم است کی فایلز این معنی که اگر کی فایلز دمی صدها هزار فایل اگر یک هم انستال نشه و تمام ویندو دیگه کار میکنه فهمیدی بعضی فایل هست اگر انستال میشه مشکل نیست کار میکنه ولی کیورد این معنی میده که در استیتمنت که شما اگر کیورد غلط باشه یا کیورد ندارید او تمام استیتمنت تان اکزیکیوت میشه ولی فهمیدی این کیورد شد از نام هم معلوم میشه کیورد شد ولی فهمیدی خوبی خب علی ما میام اینجا میخوایم از طرف چی باید باشم اگر ما فکر بکنیم که چرا ال تریم استفاده کنیم چرا آر تریم استفاده کنیم چرا تریم استفاده میکنیم نه در دیر مسئله دیگه خواه حالا خب شما استیج تان بسیار پایین هستن این را باز وقتی که شما در فارم یا در ریپورت کار میکنید امین جمع در پیل اسکیور که شما کار میکنید باز آر تریم وقتی که سپیس در رایت ساید باشه باید رایت چی بکنید وقتی که سپیس در لفت باشه باید لفت چی بکنید آر تریم چرا کار نمیکنیم به خاطر که اینجا بعضی نام ها میاد که او احمد خان علی احمد خان خیلی نمیشته نمیشه احمد سپیس باز خان نمیشته میشه حالا اگر شما تریم استفاده میکنید این در بین سپیس کسی را همچین میکنن از بین میبرن به او خاطر ما با بعض وقت تریم کار خب ما میایم اینجا چی هست یک ریکارد اینزرت میکنم خب insert into emp values قوس 1 2 3 4 بهار دکتر امجیارش هست کامل کدام تاریخش هستن 0 جنوری منیجر 2015 کام ای ماش کام ای کمیشن و دمی دیپارتمنت نمبر قوس بسته میکنم مگر میم اینجا اکسپیس میتونم ببینید اینجا سپیس هم یک کیوری ما اکزیکیوت میکنم یک کروجی شد جور شد آیا اگر شما آمیر ریکارد میخواهی که ریکارد بهار سرچ کنید ریکارد بهار چی نمیکنه سرچ نمیکنه select historic from EMP yes where name is equal to بهار بهار سرچ نکرد علی دو لفت سپیس ده چی بود؟ در لفت بود شما باز میتونه where
التریم قوس ای نیم قوس ایز ایکول تو این اینجا چی است؟ بهار چی کرد؟ کشید. اگر شما باز بیایی یک چی دیگه باشه به طور مثال insert into emp values قوس 1 2 4 3 کاما سینگل پوش علی به طور مثال ریحان این اینجا استیشن چی شده؟ سپیس است. این رایت سپیس است. ریحان کاما این هم دکتر است اینجا چی است؟ کاما current underscore date کاما دیگه چی است؟ سلاریش 12% این وقتی که این ما انتخاب کنم کنترل پلس انتر ریکارد جور شد مگر وقتی که شما آلی سرچ میکنید select static from emp where name is equal to ریحان این ریحان دیگه پیدا نمیکنه صحیح است؟ است ریحان پیدا نمیکنه علی در سپیس در نام ریحان در طرف چی آمده؟ رایت آمده این شما where are trim قوس ای name is equal to ریحان علی ریکارد ریحان چی میکنه؟ صحیح است؟ خب این ما trimmed RG که باشه left to right در بین هر که باشه او باز بخاطر چی نمیاد که یک نام باشه مطلب مثلا احمد ولی احمد خان احمد چیزی او باز بخاطر یک چی میاد صحیح است استفاده میکنه که یک نام باشه برای دوست باش کار او مشخص است او مشخص است که از طرف رایت است طرف چی است صحیح است خب این را هم فهمیدید تریم کاست اگر در طرف راست سپیس باشه او را از بین میبره از طرف چپ باشه او را میبره و در بینش باشه او را میبره ولی در بینش باید نمیبره به طور مثال احمد خان اینجا احمد سپیس خان این سپیس از بین میبره این باید نمیبره کنه نفهمیدی او خب باید همون نوشته باشه احمد سپیس خان اگر این احمد خان صحیح است اگر تریم سرازی کار بکنی طور میاد احمد خان سپیس از بین میبره ولی فهمیدید یعنی اگر معلوم باشه که طرف لیفت است لیفت کار کنی اگر رایت بود رایت و اگر معلوم نبود باز شما میتونید از تریم استفاده کنید خب این فانکشن هم شما فهمیدید که این فانکشن چی بود دیگه فانکشن که ما داریم CHR صحیح است کاراکتر فانکشن بسیار فانکشن مهم است بالخصوص در چی وقتی که شما بخواهید که در فارم برای خود شارتکت کی جور بکنید چی جور کنید شارتکت صحیح است اول خب باید بفهمید که this function is used to show for example a character of any code بطور مثال ما میام اینجا select character قوس character میخوای از چی؟ از صد قوس from 12 اگر که فرام ایمپی باید نشه واقعا داخل ایمپی که میدیگم ما دو رو برتان گفتم که دول تیبل که است یک رو است بلتن تیبل است یک رو ظرفیت داره و شما میتونید بخاطر چیزی که وقتی که معلومات بگیرید علی یک معلومات است میخوام که کاراکتر یا حرف از کود صد پیدا کنم این باز در تیبل ایمپی نیست این شما چی کنید از تیبل دول انتخاب کنید ولی که ما انتر بکنم برای ما گفته که دی چی است؟ صد علی اگر شما میخواهید در فارم برای دی کودینگ بکنید دی لپاره که کود کنید شارتکت جور میکنید کامپیوتر که از کود باز دی نمیشناسه او باز چی میشناسه؟ ای رو باز شما چی بکنید یعنی دیگه شما میتونید به طور مثال 200 این رو معلوم میفهم که 200 از کدام کاراکتر است ببینیم که از چی است؟ از سایکو باینری کودش یک چیز است این دیگه چیز است اگر شما بخواهی اینجا که پیش شما میزنید در دیتابیس چی میاد؟ پی میاد صحیح است؟ چرا که علی خو این پی که است این تنها سرایزی نوشته است این خو نام ظاهریش است وقتی شما اونجا پی میزنید کوری پی کی است اونجا نه اون باینری نمیاد او از صفر شروع تا چند خود وقتی که شما پی میزنید اونجا کود پی میره از کود پی را میشناسه که چی است نو دا با باینری که نرازی خط دا باینری نه باینری را بیره لگوش خب این هم علی اینجا از
این کار گرفته نمیتونیم مگر در فارم. خب باید یاد داشته باشی که فانکشن چی است. و یک دیگه هم است که انچان است. چی است؟ انچان. اگر اسکیول سرور خوانده باشی یک دیتا تایپ کاراکتر می باشه، یک ان کاراکتر می باشه. چی است انچان؟ نمبر کاراکتر نداره. چی نه؟ اسکیول سرور بیخی کار نکنه. این دمای اسکیول هم است. اسکیول کار نکنه. ببینید این دیتا تایپ است. یک کاراکتر دیتا تایپ است. شما میفهمید که این کاراکتر مشروط یک ان کاراکتر می باشه. کاراکتر که است به خاطر انگلیسی زبان استاندارد و ان کاراکتر که است این کاراکتر که است دمی با شما میتونی هر زبان ثبت کنی مल्टीपल लैंग्वेज به خاطر مल्टीपल लैंग्वेज می باشه. خوش شدی بنده آفرین تایپ आणि این که است یک 4 بود و یک ان 4 است. ما میخوام که از دیگر زبان است به طور مثال دری یا پختو ت ر سین شین میخوام که کد از این پیدا کنم. دی کد باید پیدا کنم نور زبان پاد. متأسف باید چی استفاده کرد؟ یعنی ای که است چار به خاطر چی است؟ انگلیسی که حرفای انگلیسی را پیدا میکنه. صحیح است؟ و ان چار که است انگلیسی خوب بیازم است دمی و دمی ملتیپل لنگویج است. صحیح است؟ به طور مثال select ان چار خالد زرارم دو یک صد چی بود؟ دی بود. خب فرام چی نکردیم خب؟ فرام دی است باز می نشان دارم. خیلی چی وقت پی نشان بوده چی وقت ب س دا نه تک پارسی اینجا نشود اینجا نشود. ایرا بعد شما وقتی که شما اوریکل اینستال میکنید در اینستال شدن اونجا و لنگویج برای از انتخاب میشه. صحیح است؟ او لنگویج هر کدام که شما انتخاب کردید دو بعد کلش اینجا کار میکنه. تا وقتی که اونجا انتخاب میکنید کار نمیکنه. کاش که پیشتر میگفتی که اینجا چی بود همینجا بعد اینستال میکردی. خب خیر مشکل نیست. وقتی که شما دیتابیس اینستال میکنید پروداکت لنگویج برای اینجا چی است؟ پروداکت لنگویج با دیفالت انگلیسی است. خب شما میتونید چندین دیگه هم دمو چی کنید اد بکنید. و او اینطور نیست که یک لنگویج شما میتونید اگر به طور مثال انگلیسی است وقتی شما دری اد کنید انگلیسی از بین میره. نه انگلیسی خوبی از است. خب چی بچی شو او کجا اینجا خونه میشه اینجا خونه نیست. پورا که پروداکت اونجا در پروداکت کد که چی کرده باشه او باز چی میشه. خب اینجا باز یک چیز است میشه که شما کاراکتر سیت دیتابیس چینج کنید. کاراکتر سیت این معنی که شما چطور میتونید دمی دری کار بکنید انتری ولی دری قبول نداره. اسکیول سرور خاص است. اول تو ان 4 دیتا برش بگیرید دری هر چی پختو هر چی که میشه. مگر دمی دری کار نمیکنه. دمی پشتو کار نمیکنه. دمی عربی کار نمیکنه.